دهه آخر هم در آمد دوستان عزیز و یکی از خطاهای بزرگترینی که اکثریت مردم در دهه آخر ماه شریف رمضان به آن راه میدهند این است که این دهه مبارکه خیلی تیز میگذرد و آنها به آن اهمیت نمیدهند یا آنهایی که دو دهه اول را غنیمت نشماریدند در این دهه مبارکه ناامید میشوند از رحمت الله تعالی. اما بنده مؤمن تا لحظه آخر از رحمت الله تعالی ناامید نمی شود و این دهه مبارکه از دو دهه گذشته هم فضیلتش در نزد الله تعالی بیشتر و بزرگتر است، زیرا اینکه در این دهه مبارکه شبی است که بهتر از 1000 ماه است، شب قدر وجود دارد که بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر به پرگی اعتکاف می نشستند و در دهه آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم باز یک مراتبه دیگر قرآن کریم را ختم میکردند و چنانه که گفتیم بنده مؤمن تا لحظه آخر از رحمت الله تعالی ناامید نمی شود و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خود ما و شما را بشارت داده فرمودند که الله تعالی در ماه شریف رمضان بنده های دارد که از آتش جهنم آنها را آزاد میگرداند و ذلک کل لیله، و همین هر شب ماه شریف رمضان است و در دهه آخر آنهایی که از آتش جهنم آزاد میشوند آنها بیشتر میشود، عدد آنها زیادتر میشود و چقدر که لحظه ها به آخر رسد همون قدر در جنت مزدحم میشود. سال 8 هجری بود. تمام صحابه هایی که از مکه به مدینه باید هجرت میکردند همه آنها هجرت کرده بودند، مگر بعضی از صحابه ها بودند که یا اسلام خودشان را پنهان میکردند یا اینکه آنها قدرت و توانمندی هجرت کردن را به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم سال 8 هجری به فتح مکه نیت کردند و همچنین هم لشکر جمع کردند و به سوی مکه مکرمه از مدینه منوره برآمدند و گفتند که لا هجرت بعد الفتح، بعد فتح مکه دیگر هجرت کردن به سوی الله و رسولش دیگر هجرت، در هجرت بسته می شود و هجرت وجود ندارد. گفتند از جمله آن صحابه هایی که به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت نکرده بودند اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه بودند. لحظه ای که برآمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم را از مدینه منوره شنیدند، عباس تمام چیز و چاره های خود را جمع کردند، اهل و عیال خود را گرفتند، از رحمت الله تعالی ناامید نشدند و خواستند که از ثواب بزرگ هجرت محروم نشوند. چیز و چاره خود را، همه کالایشان را جمع کردند و اهل و عیال خود را جمع کردند، گفتند هجرت به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به سوی مدینه میکنیم. از رحمت الله تعالی ناامید نشدند و همچنین از ثواب بزرگ هجرت نخواستند که محروم شوند. از مکه برآمدند و ببینید در نصف راه در منطقه‌ای که جحفه نام دارد با پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان ملاقات کردند، یعنی حتی به مدینه منوره نرسیدند، ولی اینجا بود که الله تعالی هجرت عباس رضی الله عنه را قبول کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوشنود شدند. عباس را عمکشان را به آغوش گرفتند و گفتند انت آخر المهاجرین و انا آخر الانبیاء، شما گفتند آخرین نفری که از مهاجران هستید، آخرین نفری که هجرت کردید و من باشم خاتم الانبیا و آخرین پیامبران هستم. و امر کردند تا اینکه اهل و عیالشان را به سوی مدینه روان کنند و همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و باقی مانده صحابگان به سوی مکه مکرمه روانه شدند تا اینکه مکه مکرمه را فتح کنند. و همچنین باز یک صحابه دیگر که جندب ابن ضمره رضی الله عنه، این صحابه بزرگ وقت فضیلت و بزرگی هجرت را درک کردند و احساس کردند،
از نفرانی بودند که چشمشان نابینا بود و الله تعالی آنهایی که عذر داشتند البته الله تعالی عذر آنها را قبول میکنند. صحابه خیلی پیرمرد بودند، هجرت نکرده بودند و فرزندانشان را جمع کردند و گفتند احملونی، مرا بالای یک چیز سوار کنید، بردارید و به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم ببرید، طاقت دیگر در اینجا ایستادن را ندارم. یکی از نفرانی بودند که از مکه مکرمه به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم عزم هجرت کردند و برآمدند. اما ببینید وقت تنعیم به یک جایی که نزدیکی مکه است، یک چند کیلومتر خیلی نزدیک است و همچنین مسجد مادرمان عایشه رضی الله عنها است که اهل مکه آنجا رفته احرام میبندند، احرام میگیرند. همون منطقه تنعیم رسیدند، پیرمرد بودند، بیمار بودند، مریض بودند، حالشان وزنین شد. میدونید چیکار کردند؟ دستانشان را گرفتند، دست راست را به دست چپ همین خیل کردند و گفتند پروردگارا تا اینجا آمدم، گمان دارم که دیگر عمر من باقی ندارد و به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم قدرتی رفتن ندارم. یکی این دستان من به الله تعالی و یکی دیگر به دستان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت میکنم، پروردگارا بیعت من را قبول بکن. و در همون تنعیم وفات کردند و دفن شدند. وقت خبر این صحابه بزرگوار به صحابگان رسید، صحابه ها گفتند ای کاش به نزد رسول الله، ای کاش به مدینه می آمد و از جمله مهاجرین می شد. این لحظه بود که با پیامبر صلی الله علیه و سلم آیات های مبارکه نازل شد. الله تعالی این آیت مبارکه را نازل کرد و فرمود و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. سبحان الله. و کسی از خانه اش می براید با نیت هجرت به سوی الله و رسولش هجرت میکنه، ثم یدرکه الموت، سپس او را مرگ حاضر می شود، وفات میکند، فقد وقع اجره علی الله، اجر او در نزد الله تعالی نوشته میگردد. الله تعالی این صحابه بزرگوار را ناامید نکرد. الله تعالی این صحابه بزرگوار را از جمله مهاجران قرار داد و هجرت این صحابه را مثل چنانه که هجرت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه را پذیرفت، هجرت جندب ابن ضمره را رضی الله عنه قبول کرد. ما در سیرت مبارکه و در آیات‌های قرآن کریم و صحابگان کرام خیلی زیاد نفرها را می‌دانیم که تا لحظه آخر از رحمت الله تعالی ناامید نشدند. بنابراین این دهه مبارکه فرصت بزرگ است. آنهایی که 2 دهه اول را کوشش نکردند، زیاد کوشش نکردند، 2 دهه اول گمان کردند که این روزهای پرقیمت را از دست نمیدهند، اما از دست دادند. در طاعت و عبادت، در ختم قرآن کریم، در نماز تراویح کوتاهی کردند، در نمازهای شب یا هر عمل خیری که هست در این فرصت ها را غنیمت نشماریدند. این دهه آخر فرصت طلایی برای ما و شما است. ببینید باز در حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگی رحمت و مهربانی الله تعالی را بیان کرده. همون نفری که 99 شخص را به قتل رسانید، سپس به نزد یک عابدی رفت و گفت من 99 نفر را کشتم، هل لی من توبه، آیا توبه هست برای من؟ آیا الله تعالی وقتی من توبه میکنم 99 نفر را کشتم به قتل رسانیدم، الله تعالی توبه من را قبول میکنه؟ آن نفر که عابد بود، از علم آگاه نبود، عالم نبود، دانشمند نبود، گفت را توبه تو را الله قبول نمیکنه، نخود اینقدر فاسق باشی، اینقدر فاجر باشی که 99 نفر را کشته باشی. گفت را توبه تو را قبول نمیکنه. گفت این خیل باشه تو همون نفری هستی که صدومش هستی و او را نیز به قتل رسانی. سپس باز پشیمان شد و یک دانشمند اهل علم عالم را جستجو کرد و به نزدش رفت، گفت من 100 نفر را به قتل رسانیدم، هل لی من توبه، آیا
توبه هست، در توبه برایم باز است. الله تعالی توبه مرا قبول میکند. گفتند بله. الله تعالی توبه تو را قبول میکند به شرطی که این سرزمینی که تو هستی اینجا پر از فسق و فساد است. تو به فلان زمین میروی، به همون منطقه، آن منطقه و آن سرزمین چی است؟ سرزمین اهل صلاح است. در آنجا صالحان زیاد هستند. با آنجا میروی، انشاءالله الله تعالی توبه تو را قبول میکند. این مرد نیت کرد و عزیمت کرد و از آن جایی که استقامت میکرد از آنجا برآمد، توبه خالصانه کرد. به همان سرزمینی که آن دانشمند برایش اشاره کرد به همانجا شتابان رفت، اما اجل الله تعالی او را درک کرد. در نصف راه وفات کرد و چنانه که در حدیث آمده است ملائکه های رحمت و ملائکه های عذاب نزاع کردند. ملائکه های رحمت خواستند او را به خود گیرند، اما ملائکه های عذاب گفتند با آن سرزمین نرسید، توبهش قبول نشده است و خواستند او را گیرند. الله تعالی گفت شما مسافه دو سرزمین را، آن مسافه ها را چین کنید. به کدام آنها نزدیکتر باشد از اهل همان گروه است. و الله تعالی سرزمین صالحان را امر کرد تا اینکه همان مرد یک مقدار معین به آن نزدیک شود. و الله تعالی به همان سرزمینی که فسق و فساد بود گفت انت بعدی، دور شو از آن بنده ای من. الله تعالی به خاطر یک توبه صادقانه، به خاطر آنه که این بنده صدقاً به سوی الله تعالی روی آورد و از رحمت الله تعالی تا آخران لحظه ناامید نشد، شاید این مرد بزرگوار بار هم سرش به سجده نرسیده بود، بار هم عمل صالح نکرده بود، اما صدقاً به سوی الله تعالی روی آورد و بزرگی رحمت الله را ببینید که انت بعدی و انت قاربی. سرزمین بد را گفت، امر کرد و فرمان داد که دور شو، و سرزمین نیکان را و اهل صلاح را امر کرد و فرمان داد که نزدیک شو. چین کردند که آن بنده به همان زمین اهل صلاح نزدیکتر است و فرشتگان رحمت او را به رحمت الله تعالی گرفتند. دعا کنیم که الله تعالی عملهای کوچکی و عملهای عاجزانه و پرنقصان ما و شما را در این ماه مبارک، در این دهه آخر، این لحظه های بسیار پرقیمت، در این شعبهای قدر، الله تعالی ما را اولا که توفیق بندگی و توفیق طاعت عطا نماید و الله تعالی از ما این عملهای کوچک و ناچیز ما و شما را قبول بگرداند و ما و شما و پدران و مادران و فرزندان ما و شما را از اهل بهشت اعلی و فردوس الاعلی نوشته گرداند و الله تعالی این بدنهای عاجز ما و شما را از عذاب جهنم آزاد بگرداند تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.